افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. برادری خردی رفت و رفت. یک روز وقتی تاریک شوم نشوم یک قلعه بلند را دید. گردی قلعه گشت. نه با کسی روبرو شد و نه یگان راهی درآمد یافت. همان شب در تگی دیوار قلعه خواب رفت و سحر خسته باز یک دبر زد که از یک طرف قلعه دریچه گشوده شد و پری چهره نگاه کرد. یک رویش آفتاب و یک رویش مهتاب. ابروهایش دسته کارد، چشمانش چشمی آهوی و قامتش نهال. هوش از سر پادشاه بچه پرید. عقلش لال شد، عاشق شد. دختر گفت: ای آدمی زاد، اینجا چرنده چرد زیری پایش، پرنده برزند پر و بالش، آدمی زاد قدم زند تن و جانش می سوزد. تو برای چی آمدی؟ اینجا منزلی دیو هاست. به جان جوانت جبر نکرده زود گشته رو. پادشاه بچه گفت: خودی تو کیستی و چرا در اینجایی؟ پری چهره گفت: من دختری پادشاه بودم. در 14 سالگیم دیو دزدیده به اینجا آورد. کاری تو مشکل، مالش من تا حدی که می توانم به تو یاری می دهم. تو خوزی رفته در تگی ها انا اون کوپرو پایده است. دیو که آمد برآمده جمع کن. اگر زورت رسد مشکلت آسان می شود، نرسد کارت تمام. پسر پادشاه رفت و در تک کوپروک نشست. دیری نگذشته دیو اسب دوانده آمد. در نزدیکی کوپروک اسبش تق ایستاد. دیوی سیاه کلا کلانی دندان درازی دست و پایش زیر پشم به غضب آمده از اسب فرآمد و گفت: اوه بوی آدمی زاد، هر کی باشی برو. پادشاه بچه این گپ را شنویده برآمد. هر دو گشتین گرفتند. 7 شب و 7 روز گشتین گرفتند. روزی 7م پادشاه بچه از قوت رفت. همین وقت دختر نیم خلطه ارزن آورده به تگ پای دیو ریخت. دیو لغزیده افتاد. بچه به سر سینه‌اش برآمده سر دیو را از تنش جدا کرد. بعد به اسب دیو سوار شده دختری نازنینی یک روی ماهی تابان و یک روی خورشید درخشان را به عقیبش شینانده راه پیش گرفت. رفت و رفت به قلعه رسید. گرداگردی قلعه 2-3 مراتب دور زد. کسی را ندید. آن شب را زیر دیوار قلعه گذرانید و روز دیگر نگاه کرد که از یک طرف قلعه روشنی برآمده ایستاده است. رفته دید که یک دختر از دختری اوله چند پرده خوشروتر و زیباتر. دختر پادشاه بچه را دیده گفت: ای آدمی زاد، در این منزل دیوان پرنده برزند بالو پرش، چرنده چرد زیر پایش،
آدمی زاد بیاید تنو جانش میسوزد و تو مگر از جانت سیر شدی که به اینجا آمدی؟ پادشاه بچه مقصدش را گفته داد. دختر گفت کارت بسیار وزنی، من تا میتوانم به تو یاری میرسانم. حالا به تگی انا کوپروک رفته است. دیو که برگشت قوتت که باشد جنگ میکنی، نباشد تیزتر گشته رو زنده نمیمونی. پادشاه بچه رفته در تگی کوپروک ایستاد که دیو اسب دوانده آمد. اسب به کوپروک رسید و تق ایستاد. دیوی زردی کله‌داری بیلدندان نعره زده از اسب فرآمد و په بوی آدمی زاد گفته به 4 طرف نظر انداخت. پادشاه بچه از تگ کوپروک برآمده به دیو در افتاد. 7 شب و 7 روز گوشتین گرفتند. روزی 7م بچه بیمه‌دار شد. دختر این را دید و نیم خلطه ارزن را به تگ پای دیو ریخت. دیو لغزید و افتاد. بچه پخش کرده سرش را از تن جدا کرد و این دختر را هم با خود گرفته راهش را دوام داد. 7 شب و 7 روز دیگر راه گشته باز قلعه دید. از 2 قلعه پیشینه هم کلانتر و بلندتر و زیباتر. به سر دیوارش نگاه کنی طاقیت از سرت می افتد. چند قبط عمارت، همش از مرمر و سنگ‌های قیمت بها. به قریبی عمارت رفتند که یک دختر برآمد. حسنش به گفتن راست نمی آید. پادشاه بچه او را دیده قریب بود از خوش رود. از دخترهای اوله 10 مراتب خوشرویتر. مویش به قدش برابر، زلفانش تا کتف، دندانها مثل برنج، چشمها آلوی سیاه، رخساره ها انار، چقدر که گویی می ارزد. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برام